چند سالی یه مخفیگاه درست کردم کسی ازش خبر نداره. فکر کنم مایکل شک کردم بریم بیرون. خب بیفتیم. مخفیگاه خیلی نزدیک خونمونه. خیلی نزدیک خونمونه. آره رسیدیم. شما اینجا بذاریم. اینجاست. کسی ازش خبرم نداره. آره شمش طلا اینجا. به 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 عجب شمش طلاهایی. عجب شمشایی. دستم بردارم سرم توی کیفم برداشتم. بریم. خب تا اینجا این چند روز آماندا یک رفتارهای عجیبی داره. الان تعقیبش کردم من توی این خونه و رفت یه چند تا چیزی برداشت. کامل باید خونه رو بگردیم ببینیم چی توی اینجاست. اینجا که هیچ چیز شکی وجود نداره. اینجا هم که بیرون میاد. اینجا هم یک گوشه کنارا رو نگاه بکنیم. اینجا هم که هیچ چیز مشکوکی نیست. این چیز آبی ها که جاست. خدای من این همه شمش طلا. این همه شمش طلا یعنی این همه وقت آماندا میومد اینجا. برای همین این چند وقت یک رفتار عجیب شب دیر میومد خونه و خیلی بی‌توجهی میکرد. خدای من این همه شمش طلا چیست؟ وای خدای من. باید همین الان زنگ به فرانکلین بزنم بیاد همه رو برداریم بریم. رو باید یه جای دیگه برداریم. فرانکلین باید ببریم یک جایی. یه زنگ به فرانکلین بزنم. الو داش فرانک کجایی؟ ما خونه. بیا این لوکیشنی که برات میفرستم بیا اونجا یه کاری باید دارم. باشه الان خداحافظ. الان فرانکلین میاد. جا تو راهیم داریم میریم دنبال فرانکلین. فرانکلین هم باید همین دوربر باشه. رسیدیم خونه‌اش. آره اینجاست. داش فرانک اومد. خوشتی این تیپی زده چیه؟ سلام مایکل. سلام فرانکلین. کاری دارم با داشتی؟ ببین فرانکلین من چند وقتی از رفتارهای آماندا شک کردم. داستان از روزی شروع شد که من ماشینم خراب شد. وقتی رفتم تعمیرگاه آماندا خونه بود ولی اگه برگشتم جیمی گفت خیلی با عجله رفت. منم بعد اون چند روز شبا دیر میومد. من برم شک کردم. امروز دنبالش رفتم. بعد دنبالش رفتم به یک جایی میرفت که ما از باخبر نبودیم و اونجا لو رفت. الان میخوام با هم بریم اونجا. خب مایکل اون جای مخفی چی؟ تو اونجاست. الان خودت میبینی فرانکلین. باور نکردنیه. شاخ در میاری اصلا. آره بابا داستان خیلی پیچیده. آره دیگه
داستان از اینجا شروع شد. حالا مایکل بهم بگو چی تو اینجاست؟ الان میریم خودت میبینی بابا شاه در بیاری. یعنی داستان اینقدر چیز بود؟ آره فرانکلین همه شبها دیر میومد، روزها هی میگفت میرم خرید، ولی امروز که تعقیبش کردم فهمیدم که این کار داره میکنه. رسیدیم همینجا بیا پایین. همینجاست. بیا پایین فرانکلین، بیا فرانکلین، این همه شمس طلا رو میبینی؟ وای مایکل، این همه شمس طلا دیگه چیه؟ همینه دیگه که میگفتم. وای مایکل تا آخر عمر کار نمی کنیم این همه شمس طلا مایکل. آره فرانکلین، اینا رو باید همه آب کنیم، پولشون کنیم و بریزیم توی بانک. آره مایکل، بریم که اینا رو همه جارو کنیم. خب فرانکلین همه رو گذاشتی توی ماشین؟ آره مایکل، بیا بریم. بیا تا کسی شک نکرده. شاید الانم آماندا بیاد تعجب کنه که ما اینجاییم. بیا همه رو گذاشتی توی صندوق؟ آره همه رو گذاشتم. بیا سوارش رو بریم. بیا فرانکلین، نظرت چیه اینا رو بذاریم توی خونه تو؟ توی بانک خیلی مطمئن نیست. آره میذاریم توی خونه من. خب داریم میریم خونه فرانکلین، اینجا امنه دیگه. آره مایکل، خیالت راحت باش. مایکل من از این همه شمس طلا که تعجب کردم. منم همینطور فرانکلین. لحظه ای که امروز رفتم به اونا نگاه کردم خیلی تعجب کردم. فقط من تعجبم از این آماندا این همه شمس طلا را از کجا آورده. آماندا که مثل ما دوست نیست بره اینا رو بدزده. حالا مایکل شاید دزدیده باشه. آخه با کمک کی؟ مایکل نکنه جیمی کمکش کرده باشه. آره جیمی هم واسه این کارها شاید آماندا بهش پولی داده باشه، این کارا براش انجام داده باشه. این قضیه خیلی مشکوکه فرانکلین، باید سر در بیاری. آره فعلا بریم که شمشا رو خونه من بذاریم. خب فرانکلین، شمشای طلا رو اینجا گذاشتم. قد فرانکلین مواظبشون باش. همه روزها، همه دقیقه ها، ساعت ها بهشون نگاه کن. اینا رو بدزدن بدبخت میشیم. باشه مایکل، خیالت تخت. خب فرانکلین من میرم، صبح هم دیگه رو میبینیم. باشه مایکل، فعلا خداحافظ. بچه اینم از ویدیو ما. اگه این ویدیوها رو دوست دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. همه ویدیوهای ما رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب.